اصلا میدونستین که خیلی از بازیگرای معروف ترکی که میشناسیم خیلی اتفاقی وارد این حرفه شدن؟ مطمئنم که داستان بازیگر شدن خیلی از اونا رو نمیدونین. پس بی معطلی عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیو با ما باشین. شماره 1 نیهاد آلپتو آلتینکایا. این بازیگر در سن 17 سالگی به عنوان بادیگارد و محافظ در جلوی درب کلوب‌های شعبانی شروع به کار کرد. یه روز که نیهاد توی خیابون مشغول قدم زدن بود، صاحب یه آژانس بازیگری اونو دید و به دنبالش اومد و ازش خواست از اون عکس بگیره و اینجوری بود که یه هفته بعد با نیهاد تماس گرفتن و بهش پیشنهاد بازی در یه موزیک ویدیو از خواننده ترک فوندا آرا رو دادن و بعد از اون بود که نیهاد بازی در مجموعه‌های تلویزیونی رو شروع کرد. شماره 2 مروه بلور. جریان از اونجا شروع شد که یکی از نزدیکای مروه پیشنهاد بازیگری گرفت و مروه برای سرگرمی و وقت گذرونی به همراه اون برای عکاسی به استودیو رفت. دست برقضا توی استودیوی عکاسی صاحب آژانس بازیگری مروه رو دید و چشمش اونو گرفت. در نتیجه کارت ویزیت خودش رو به اون داد و مروه اونو توی کیفش گذاشت. بعداً مروه متوجه شد که اون آژانس توی محله‌ایه که خودشون زندگی میکنن. پس به اونجا رفت و یه سری عکس گرفت و اینجوری بود که بهش پیشنهاد بازی در تبلیغات داده شد و بعد از اون بود که پای مروه به سریالای تلویزیونی باز شد. شماره 3 پلین کاراهان. پلین در مورد نحوه شروع بازیگریش میگه اقوام و نزدیکام همیشه میگفتن که چهره زیبایی داری، پس توی یه آژانس تبلیغاتی ثبت نام کن. خدا رو چه دیدی؟ شاید حداقل واسه بازی در تبلیغات انتخاب شدی. اما پلین میگه که خودش هیچ وقت علاقه به این کار نداشت تا در نهایت به خاطر شرایط سخت زندگی در استانبول مجبور شد توی یه آژانس ثبت نام کنه. پلین در مورد روز مصاحبهش میگه اونجا پر بود از مدل‌های زیبا و قد بلند و من اصلاً واسه خودم بین اونا شانسی واسه پذیرش نمیدیدم. اما در کمال ناباوری پلین بین اون همه آدم برای بازی در سریال باد صنوبر انتخاب شد و همین نقشم باعث شهرت اون شد. شماره 4 اسماعیل اگشاشماز. اسماعیل اهل مانیسای ترکیه است. حالا فکرشو بکنید، از مانیسا تا استانبول اومد تا توی یه آژانس بازیگری ثبت نام کنه. اما درست وقتی که انتظارشو نداشت توی آسانسور بخت بهش رو کرد و مدیر کل شبکه تلویزیونی بی خبر از همه جا همزمان با اون سوار آسانسور شد و اونو دید و پسندید و بهش پیشنهاد بازیگری داد. به همین راحتی. شماره 5 برنسات. برن با اصرار و تشویق اولین عشق خودش یعنی افه گورای بود که حاضر شد در مسابقه ستارگان ترکیه شرکت کنه و یه جورایی برن با استعداد وقتی که توی این مسابقه به مقام دوم رسید کشف شد و اینجوری شد که از سال 2004 به دنیای بازیگری قدم گذاشت. متاسفانه افه در سن 19 سالگی فوت شد و زنده نموند تا موفقیت‌های برن رو ببینه. شماره 6 افرا ساراچوغلو. افرا به خاطر مشکلات مالی و جدایی پدر و مادرش از 13 سالگی شروع به کار کرد و از همون موقع وارد دنیای مدلینگ شد. اما برای بازیگری اولین بار به وسیله اوزجان دنیز در شبکه‌های اجتماعی کشف شد. اوزجان عکسای اونو دید و به خاطر شباهتش به نورگل یشیلچاک به اون پیشنهاد داد تا در فیلم شانس دوباره نقش دختر نورگل رو بازی کنه و این شروعی برای کار بازیگری افرا بود. شماره 7 کادیر دولو. کادیر در سال 2000 بار و بندیلش رو جمع کرد و برای پیدا کردن کار به استانبول اومد. اما بعد از مدتی از اومدن خودش پشیمون شد و وسایلش رو جمع کرد به خونه برگرده. اما منصرف شد و اونجا موندگار شد که از گارسونی و آشپزی به بازیگری برسه. خواننده ترک هانده گنر که با کمال برادر کادیر کار میکرد توی کافه محل کار کادیر اونو دید و عاشق اون گارسون شد و فهمید که اون برادر کماله و اینجوری این عشق باعث همکاری هانده و کادیر شد.
در نهایت کادیر با بازی در یکی از موزیک ویدیوهای هاندگنر مشهور شد و پیشنهاد بازیگری دریافت کرد و قدم به دنیای بازیگری گذاشت. درسته که عشق این زوج عاقبت خوشی نداشت و با خیانت هانده به پایان رسید، اما زمینه ساز ورود کادیر به دنیای بازیگری شد. میدونید کدوم بازیگر بوده که به عنوان یه تماشاگر عادی در یه برنامه شرکت کرده اما در آخر با پیشنهاد بازیگری از اون برنامه خارج شده؟ میخواین با این بازیگر خوششانس آشنا بشین؟ پس عضو کانال لنز بشین و ادامه این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندین. شماره 8. انگین آکیورک. انگین هم درست مثل برنستاد وارد عرصه بازیگری شده. اون که لیسانس تاریخ داره در مسابقه ستارگان ترکیه که یه مسابقه برای شناسایی استعدادهای بازیگری جدید در ترکیه است، شرکت کرد و مقام اول آقایون رو به دست آورد و بلافاصله بعد از اون بهش پیشنهاد بازی در سریال داماد خارجی داده شد. شماره 9. فهریه افجن. سال 2005 یه سال سرنوشت‌ساز برای فهریه بود. فهریه به همراه خانواده‌اش در آلمان زندگی می‌کرد و اون سال برای تعطیلات به ترکیه سفر کرد و به طور اتفاقی به عنوان تماشاچی در یه برنامه تلویزیونی شرکت کرد و مورد توجه هنرپیشه قدیمی و مشهور ترکیه اویا آیدوان قرار گرفت و اون بازیگر پیشکسوت اونو به یه تهیه کننده معرفی کرد و اینجوری بود که فهریه کشف شد و وارد دنیای بازیگری شد. شماره 10. سرکای توتونجو. همه چیز برای سرکای در سال 2016 و با شرکت کردن اون در مسابقه سروایور شروع شد. سرکای که تا قبل اون در زمینه ورزش فعالیت داشت، حالا تصمیم گرفت که وارد دنیای هنر بشه. اون توی همون سال مجری برنامه‌ای به اسم پول از آن من است شد و در نهایت بعد از اون بود که با بازی در سریال جرم انسانیت پا به عرصه بازیگری گذاشت. شماره 11. هانده سورال. هانده وقتی که تصمیم گرفت به عنوان تماشاچی در برنامه کمدی دوکانی شرکت کنه، روحش هم خبر نداشت که قراره اینجوری زندگیش تغییر کنه. بله، هانده توی این برنامه شرکت کرد و از شانسش به عنوان بازیگر مهمان به همراه تولگا چویک به روی صحنه دعوت شد. اون قرار بود 5 دقیقه روی صحنه باشه، اما 45 دقیقه اونجا موند و کلی توجه رو به خودش جلب کرد، در حدی که بعد از خروج از استودیو تهیه کننده اون برنامه با هانده تماس گرفت و ازش پرسید آیا دلش میخواد بازیگر بشه؟ و اینجوری بود که ماجراجویی های هانده در بازیگری شروع شد. شماره 12. بوراک اوزچیویت. پدر بوراک بیخبر از اون عکساشو برای مسابقه بهترین مدل ترکیه ارسال کرد. اما کمیته انتخاب اون عکس‌ها رو مچاله کرد و دور انداخت. تو آخرین لحظه ها عکسای مچاله شده بوراک توی سطل زباله توجه برگزار کننده ها رو به خودش جلب کرد. چون اون عکس‌ها بدون اطلاع اونا دور انداخته شده بودن. بله، اینجوری بوراک دوباره به مسابقه برگشت و عکسای مچاله اون مورد توجه قرار گرفتن و بوراک به عنوان مدلی که آینده درخشانی داره انتخاب شد و همین زمینه ساز ورود بوراک به دنیای مدلینگ شد. اینجوری بوراک به یکی از ستاره‌های مدلینگ ترکیه تبدیل شد و در سال 2005 هم در مسابقه بهترین مدل ترکیه نفر اول و در مسابقات بهترین مدل جهان نفر دوم شد و با موفقیتش توی این زمینه دیگه پیشنهاد بازیگری بود که به سمت اون سرازیر شد. شماره 13. کیوانچ تاتریتو. کیوانچ که رویای جز بسکتبالیست شدن نداشت، برای اینکه به این آرزوش برسه به استانبول نقل مکان کرد و خیلی زودم در تیم‌های زیر 18 سال معروفی مثل فنرباخچه و بشیکتاش بازی کرد. اما خیلی زودم مچ پاش مصدوم شد و مجبور شد با رویای بسکتبالیست شدن برای همیشه خداحافظی کنه و بعد از اون بود که مادرش با دیدن یه آگهی عکسای اونو برای یه آژانس مدلینگ فرستاد و با تشویق پسر 18 سالش باعث شد کیوانچ توی این مسیر قرار بگیره و به یه مدل حرفه‌ای تبدیل بشه.
اون در سال 2002 به عنوان بهترین مدل مرد ترکیه و بعد از اون به عنوان بهترین مدل مرد جهان انتخاب شد و همین شهرت و موفقیتش در حرفه مدلینگ زمینه‌ساز ورود اون به دنیای بازیگری شد. شماره 14. چاتای اولسوی. چاتای چند سالم به صورت حرفه‌ای بسکتبال بازی کرد و اصلاً به بازیگری فکر نمی‌کرد. تا اینکه دوستاش به خاطر استایل خوبش بهش اصرار کردن که تو زمینه مدلینگ کار کنه. اونم که همیشه عادت داره کارهای جدیدی رو تجربه کنه، قبول کرد و در مسابقه بهترین مدل ترکیه شرکت کرد. به گفته خود چاتای اون اصلاً فکرش هم نمی‌کرد که برنده این مسابقه بشه و منتظر بوده تا اسم کسی دیگه به عنوان برنده خونده بشه، اما خودش برنده شد. از شانسش همون موقع در سریال فریها فقط یه بازیگر مرد کم بود و همون شبی که اون به عنوان بهترین مدل مرد ترکیه انتخاب شد با اون تماس گرفتن و گفتن در سریالمون بازی می‌کنی و اونم قبول کرد. شماره 15. هازال کایا. هازال به مصاحبه برای بازی در سریال گنجو در یه آژانس بازیگری میره. اما همون موقع برق قطع میشه و مسئولای آژانس بهش میگن معلوم نیست برق کی بیاد و برو یه روز دیگه بیا. اما هازال مصمم برای به دست آوردن این نقش تصمیم میگیره همونجا بشین و منتظر بمونه. از شانسش هم برق زود وصل میشه و هازال مصاحبهش رو انجام میده و برای اون نقش انتخاب میشه. هازال معتقده اگه اون روز منتظر نمیموند شاید یکی دیگه به جای اون انتخاب میشد و به شهرت میرسید. بگین ببینم این ویدیو رو دوست داشتین؟ برای ما بنویسید که دیگه شما چه بازیگرایی رو میشناسین که با یه اتفاق سرنوشتشون از این رو به اون رو شده و بازیگر شدن. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و کانال لنس رو هم دنبال کنید.